با سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان. امیدوارم حال تک تکتون عالی باشه. اومدیم با یک سایت جدید دلاری کسب درآمد. برای ثبت نام اینجا ایمیل، پسورد، تایید پسورد، رمز برداشت، تایید رمز برداشت، کد اینوایت و این قسمت هم کد وریفیکیشن رو قرار میدید و خیلی راحت وارد سایت میشی. کد اینوایت هم بهتون گفتم که از داخل کامنت همین ویدیو میتونید از وارد سایت بشی که لینکش قرار داده شده تا کد اینوایت براتون قرار داده بشه. بعد اینکه وارد سایت شدی یه چنین صفحه‌ای براتون لود میشه. روی قسمت کلوز کلیکتون رو انجام میدی. بچه همونطور که میبینی مقدار درآمدی که داشتم $2 هست که میتونم برداشت کنم. $5 داخل سایت سرمایه گذاری کردم. شما وارد سایت که شدید $1 موجودی دارید، $4 هم باید واریز کنید تا بتونید درآمدتون رو استارت بزنید و ازش استفاده رو ببرید. خب بچه ها، برای اینکه بتونید سرمایه گذاریتون رو انجام بدید فقط کافیه روی قسمت ریچارج کلیکتون رو انجام بدید. این قسمت هم BP 20 داره هم TRC 20، فرقی نداره. از این قسمت آدرس ولتشون رو که میبینید کپیش رو که انجام میدید. بعد اینکه آدرس ولت رو کپی کردید روی قسمت ریچارج کامپل کلیکتون رو انجام میدید. با موفقیت چک میکنن و براتون ثبت میکنن و خیلی راحت مقدار موجودیتون اینجا افزایش پیدا میکنه. میتونید شروع کنید به کسب درآمد. حالا بعد اینکه سرمایه گذاریتون رو انجام دادید روی قسمت اینوست نیو کلیکتون رو انجام میدید. یه چنین صفحه براتون لود میشه. همونطور که میبینید این قسمت میتونید $5 رو استفاده کنید و به صورت روزانه $0.4 ازش درآمد داشته باشید. روی این قسمت یعنی 56% به صورت 7 روز ازش میتونید درآمد داشته باشید و فقط کافیه روی این قسمت کلیکتون رو انجام بدید. یه چنین صفحه براتون باز میشه و خیلی راحت روزانه هم میتونید 8% سود دریافت بکنید. مقدار رو اینجا قرار میدید، 5 رو قرار میدید و روی قسمت اینوست نیو کلیکتون رو انجام میدید. با موفقیت براتون ثبت میشه و خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید که هر روز بهتون $14 سود میده که میتونید برداشتش رو انجام بدید. به همین راحتی همونطور که میبینید اینوستم رو من انجام دادم. این بالا هم بیاید، همونطور که میبینید مقدار موجودی اینوست والت من تبدیل میشه به current wallet current investment که میتونم ازش درآمدم رو دریافت بکنم. حالا برای برداشت که میتونم اثبات برداشتش رو نشون بدم روی قسمت ویدرا کلیکتون رو انجام میدید. هم BP 20 میتونید و هم USDT TRC 20. TRC 20 رو مثلا کلیک کنید نمیتونید برداشت بزنید، حداقل برداشتش $20 هست. همین BP 20 رو انتخاب میکنید، مقدار برداشت رو اینجا، آدرس ولت و اینجا هم سکیوریتی پسورد رو قرار میدید و ادامه مراحل. خب دوستان، اطلاعات رو که قرار دادم یه چک ریز میکنم و بعدش کافیه روی قسمت کانفرم. خب دوستان، برداشت با موفقیت انجام شد. $2 رو برداشت کردم. منتظر میمونم تا برام واریز کنه تا بهتون اثبات واریزش رو نشون بدم. به همین راحتی. حالا همطور که میبینید اینجا $2 موجودیمون رفت و حالا واریز رو که انجام داد بهتون نشون میدم. خب دوستان، واریز با موفقیت انجام شد. همونطور که میبینید واریز موفق به مقدار 2 حالا 2 تتر دقیقا واریز شد. اینم به صورت ایمیل که برام ارسال شد. اثبات واریزش رو هم بهتون نشون دادم. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو دیگه، یا علی، خدا نگهدار.